یه عصر معمولی بود. نه روز خاصی، نه حال و هوای خاصی. سارا نوام کنارم نشسته بود و تکالیفشو نصف نیمه می نوشت. یهو بدون مقدمه سرشو بلند کرد و گفت: مامان بزرگ، اگه دوباره جوان بودی زندگی تو همون جوری زندگی می کردی؟ اولش خواستم سریع جواب بدم، از همون جوابایی که آدم همیشه تو ذهنش داره، ولی مکث کردم چند ثانیه، نه برای فکر کردم به جواب قشنگ، برای اینکه بفهمم اگه بخوام راستشو بگم چی باید بگم. من لیلام، 73 سالمه و همون چند ثانیه مکث کافی بود بفهمم خیلی وقتها به خاطر ترس زندگی نکردم. نه اینکه هیچ کاری نکرده باشم، بلکه خیلی از جاها زندگی رو با فاصله جلو بردم، با احتیاط، با حساب و کتاب، با این فکر که اگه جلو نرر چیزی خراب نمیشه. من هیچ وقت به خودم نگفتم میترسم، حتی توی دلم. ترسام اسم نداشتن، بیشتر شبیه سایه بودن، همیشه بودن ولی دیده نمی شدن. تو تصمیم گرفتن، تو انتخاب کردن، تو گفتن یا نگفتن. از بیرون همه چی منطقی به نظر می اومد. آدم حساب شده‌ای بودم، ولی از توی خودم بیشتر شبیه عقب کشیدن بود تا انتخاب. ترس وقتی خطرناک میشه که خودشو پشت عقل قایم میکنه. پدرم احمد آدم کم حرفی بود، نه دعوا میکرد نه سخت میگرفت، ولی جمله‌هاش کوتاه و موندگار بودن. یه جملهش هنوز تو گوشمه: زندگی جای ریسک نیست. اون موقع فکر میکردم داره حمایتم میکنه، الان میفهمم داشت خط قرمز ترسمو مشخص میکرد. من یاد گرفتم اول آمن بودن، بعد هر چیز دیگه‌ای، و این ترتیب بی سر صدا مسیرای زیادی رو عوض کرد. حدود 24 سالم بود. یه دوره آموزشی چند ماهه برام پیش اومده بود، خارج از شهر، نه خارج از کشور، نه چیز عجیب، ولی برای من یه قدم بزرگ بود. روز اولی که برگه هاشو گرفتم نه خوشحال شدم نه هیجان زده. دستم لرزید. شبش نشستم حساب و کتاب کردم. اگه برم، اگه نتونم، اگه تنها بمونم، اگه برگردم و بگن دیدی؟ پدرم فقط یه نگاه کرد و گفت: الان مهمتر از همه ثباته. همین. صبح فرداش زنگ زدم و گفتم منصرف شدم. اون موقع حس نکردم چیزی رو از دست دادم. گفتم عاقلانه است. گفتم هنوز وقت هست. ولی سالها بعد هر بار دیدم همسن و سالام تجربه هایی دارن که من ندارم، نه حسادت کردم نه پشیمونی فوری. فقط یه سوال آروم تو ذهنم موند: اگه رفته بودم الان چه کسی بودم؟ بی درد سر گذشتن همیشه نعمت نیست. بعضی وقتا فقط یعنی رد شدن. خیلی جاها باید نه میگفتم، نه واضح، نه محکم، ولی بلد نبودم. نه از ادب، از ترس واکنش. میترسیدم ناراحت شن، میترسیدم تنها بمونم، و کم کم این نه نگفتن شد بخشی از من. ازدواجم با کامران بیشتر از این که از دل بیاد از عقل اومد. آدم بدی نبود، آروم بود، قابل پیش بینی. همین باعث شد انتخابش کنم. ولی خیلی چیزا رو قبل از ازدواج نگفتم. خیلی سوالا رو نپرسیدم. نه چون مهم نبودن، چون میترسیدم جوابا سخت باشن. سالها کنار هم زندگی کردیم، بدون دعواهای بزرگ، ولی با سکوتهای ریز. ازدواج ما سالم بود، ولی شجاعانه نبود. مینا همیشه برام یه علامت سوال بود. نه اینکه نترسه، ولی تصمیم میگرفت قبل از اینکه همه چی مطمئن بشه. یه بار گفت میخواد از کارش بیاد بیرون. گفتم دیونه ای؟ گفت میترسم، ولی بیشتر از این میترسم که بمونم. اون جمله ترسوندم، چون من همیشه از امتحان کردن میترسیدم. مینا جلو رفت، من همونجا موندم، و حالا میفهمم ثابت موندن همیشه امن بودن نیست. یه جایی از زندگی بدنم دیگه با من همکاری نکرد. نه با درد شدید، با خستگی‌های طولانی، با بی‌حوصلگی.
من براش توضیح ساختم. گفتم طبیعیه. گفتم سنمه. ولی تهش میترسیدم بفهمم باید یه چیزی عوض شه. بدن اما اهل مصلحت نیست. بالاخره حرفشو میزنه. یه روز سارا کنارم نشسته بود. دفترش باز بود. اخماش تو هم. گفت مامان بزرگ، میترسم اشتباه کنم. یه لحظه انگار خودمو دیدم. سالها قبل. خواستم بگم نترس، ولی مکث کردم. چون تمام عمرم به خاطر ترس گفته بودم صبر کن. خیلی چیزا از زندگیم بی صدا رد شدن. فرصتها، آدما، حسها. نه چون لیاقتشونو نداشتم، چون جرأت نکردم دست دراز کنم. این نوع از دست دادن دیر معلوم میشه، ولی عمیق میمونه. الان که نگاه میکنم میبینم ترس دشمنم نبود، هم خونم بود. کم کم تصمیم گرفت، کم کم جلو افتاد و من عادت کردم. نه از ضعف، از عادت. اگه سارا دوباره ازم بپرسه که آیا همون جوری زندگی میکنم یا نه، این بار جوابم آماده است. میگم نه. نه چون زندگیم بد بود، چون میتونست واقعی تر باشه. و اینو بدون اغراق میگم. ترس همیشه نمیذاره زمین بخوری. بعضی وقتا فقط نمیذاره جلو بری.